وعده صادق 3 یک حوزه عملیاتی 3 مرحله‌ای خاص دارد که اولین کارش اینه که تمام پدافند راداری رژیم صهیونیستی خاموش بشه. همونجور که عرض کردم که وعده صادق 2 ما تونستیم اون یک پارچگی گنبد آهنی رو توی قصه‌های مختلف از بین ببریم. اینجا عملاً کل پدافند رژیم صهیونیستی و امریکا در منطقه کاملا نابود خواهد شد و یکی دو تا از مراکز صنعتیشون زده میشه. حالا یکی از پالایشگاه قطعا زده میشه، یکی از مراکز صنعتیشون زده میشه و تمام پایگاه‌های هوایی و نظامی اونا تو مرحله دوم کامل زده میشه. یه طرح ایران داره که یک بمباران هوایی هم کنه که یک ارزاندام هوایی که تا حالا نکرده انجام بده و در این حال ماهواره‌های شناسایی ما هر سیگنالی را که توی منطقه‌ای که خاموشی رادیویی اعلام کردیم ببینن میزنن. تو هر کشوری رسانه بهشون اعلام کرد، عربستان، ترکیه، حتی